نه هر کس مثل مایان در حیات خود وطن دارد، نه هر بلبل مثال ملک تاجیکان چمن دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل بینندگان شبکه صدای امید و به کل نفرانی که الحال ما را تماشا کرده هستند. خب برادرای عزیز، این دوم دور آزمونی ما را دوم قسمش هست. با حاضر شما میتونید که تماشا کنید. ماشاءالله بهترین آواز قاری جان میندار هستیم. خب قاری جان چی گفتین به یک کمان؟ بعد همون برادرای عزیز خصوصا بعضی تماشابینان عزیز و همون نفری که شو در اینجا اشتراک راستی امی یکم کم ترک بسیارتر گام بزنیم تو زیاده چرا برسونم به تمام برادرها. همین حاضی اکثریت قاریای ما یا که در حرف خ خدا و حرف را در مثال باید کردیسن نه همین دو درک ما گفته است. انا بعد تماشابینو چی خیلی هم میگه که شما فقط همین حرف خ و حرف ر و حرف قف میقبلید. اکثریت همین قاریای ما قاری بسیار داریم الحمدلله. همه چیز رو خطوری بسیار یا که در جای مقصد همونجا مد ندارن گفتم میکشند یا که حرف صاد و حرف عین و حرف الف دا و مشکل همین یاد مقصد که مشکل تا که اینا وزی همین چند که برادری که بودن اهمیت دادم حرف خ دا و حرف ر دا و یادم مثال کردن که خوری برادرمون وزی بس یاد که اومدی مگه درباره همین گاوزن مثلا در تماشابینان عزیز همین خوری برادر ما ایشون خیر اما در گوش کننده خودش معلومه که حرف خیره در صحبت دیگه اما خدا که خوری جون در صحبت کردن یعنی در موعظه کردن حرفی حیره گفتن مقصد بچه‌ام سحر بخیز نمازکو تا بخون فلان و بهمدون که این دیگه نه که وقتی که در قرائت یعنی در خوندن میگه که هر سحر خیلی دیگه که خودش معلوم میکنه هر گفتن فلان رفت آواز همه خیلی شغل بعد از مقصد اون که خوریشون هم اینجا ده کم هم خالی کرد میگن که برادرای تماشابین خدا برکتتون که شما فقط همین قچ میدونید خلاص. همین بعضی از تاکو میگه که اگر استاد همین یک چیز در مقصد یک پیام بتونه شاگرداش یک پیام نشون بده کو مثلا همین خیلی لیکن الحمدلله خداوند مهربان استادان عزیز ما را و کل استادا را خداوند رحمت کرده باشه خصوصا در شهر غرب و به حضرت مقصود محمد اکرام جان فرزند شیخ حضرت عبدالحی مجخلتی رحمت الله علیه و این شعر که قرائت کردن حضرت اسکندر قرنی خدا رحمتشون کرده باشه. حضرت بسیار شعرهای زیبا دارن که در یک تش میفرماید وان دریغا سندره در خاک پنهان میشویم هم نشینی کشدمان مارو موران میشویم. یعنی اینجا ما هم نشینی نمیگیم هم نشینی هم یعنی هی سبوکه که ما اصلا هی داریم هم هی داریم امیده در همه یا اینجا حرف هی استفادهش میبریم در نمتون خدا نگهبان تو ماشاءالله حضرت اسکندر رحمت و مغفرت کرده باشه عاشقای خدا را که حضرت تو را ندیدن که دوستشون میداریم محبان تو را دیدن ندیده دوست میداریم به فردا در صفی اهل محبت کن جنونی را. خداوند نگهبان ماشاءالله با تماشابینان عزیزم با اینجا نشستگی و همون خداوند برای هدینا صراط المستقیم هدایت فرمای. البته سبب نشستن ما در اینجا شغل عبودی وطن است. الحمدلله رب العالمین از نفرایی که دستگیری ها کردگان از نفرایی که شغل تو امروز صحن خودشون میگذارن از نفرایی که عذاب و مشقت کشیده در اینجا حضور میکنن قوریای برادر باور کنه برادرای مهاجر امیدوارم بسیار شغل میخونن کمین ترکورا که حتی در واتساپ اون فرستادگی که گفت قوری وقتی که آزمون صدای امید دیدم گریه کردم که الحمدلله امروز در تاجیکستان هم خیلی آزمون تشکیل شده ان شاء الله باز بهترش میشه ان شاء الله باز این حرکت میکنه که بهتر شود. در حق ما اجابت های دعای غربا غریبی غربتی شام و یمن نیست غریبی دوری از شهر و وطن نیست غریبی کنج لحد زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست. انشاءالله نشستگی ها و گوش میکردگی هم تماشابینان عزیز باور کنید از این محفل نور برای شما ثواب است رحمت الله است. پس انشاءالله غیرت و کوشش کنین و دعا کنین در حق وطن در حق ملت در حق برادرایی که در اینجا نوار برداری دارن در حق برادرایی که ایرا آرایش میتیان
خداوند مهربون نگهبان همه وقت با دعا باشین. رحمت الله سلامت باشین قاری جان. انتظار میشویم. خدا نگهبان. سلامت باشین، سلامت باشین قاری جان. بچه‌های انا غرب در همتون سلام خود را میرسونیم. خدا نگهبان. سلامت باشین. خواستم که در همینجا یک چیزا با برادرها برسونم. موجه پسندی کدام قاری نیست، پسندی کسی نیست. ما تنها حرکت کردیم که برادرامون باز از این دا بهتر شوند، مثلا خوبتر شوند، تجویدهای خوب، مثلا قافیه ها، طرز خواندن خوبتر شود ان شاء الله. حالت نیت ما تنها همین است. ما همه همین قاری را دوست می‌داریم، ما خاک پای او نمی‌شویم. خوب ان شاء الله باز دوام می‌دیم. قاری عبدالمنان باشد میبرامد. الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به آزمونی ما. میندور هستیم که سخن ما را رد نکرده این. خب اول خود را یک معرفی میکردیم بسیار خوب میشد. و علیکم السلام و رحمت الله. من عزیز و عبدالمنان از ناحیه رودکی شهرک سامانیام. سلامت باشه قاری جان. میگفتین چند پاره هستین؟ الحمدلله کلی قرآن. ماشاءالله بهترین. خب از کدام سوره شروع میکنین؟ سوره حجرات آیات 50. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
ماشاءالله قاری جان بهترین آواز دارین. خب قاری جان کمه دیدین کجا خطایی کرده باشه؟ انشاءالله که قاری جان بهترین در حرف‌های باز هم سین صاد در بسیار جای‌ها یعنی از جهت تجویدی همین حرف‌ها رو خوب نگفته. حرف سین بخشی تجویدیاتونه حرف سین در نام جون صاد بوده تلفظ میکنه. اگر اهمیت داده باشه قاری جان حرف سین روی صاد بوده. شاید بعضی زبان‌ها میشوند خیلی. بله. شاید از جهت تلفظ شاید شما سین بگن که صاد بروه بعضی آدم‌ها سین شین رنگ شین بوده مثلا در میکنن دیگه هستیم. انشالله حرف سین، حرف صاد، حرف حربه حره مثلا به منظره هی سبوک خدا نگهبانتون باشد. و بعدا اخوتون هر یعنی تی تونک هست شما اخوتون مثلی حرفی اتکه گفتین و حرفی رو کمتر قلقله کردین ترحمون. این اکبر بسم الله الرحمن الرحیم انا یا الله فإن فاءت فأصلحوا تموش شو ناخذ بخوني فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لذا برجع خدا نگهبانتون باشه الله برکتتون. فاءت میگه فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا سين وأقسطوا إن الله يحب أنا مش سينا احنا تاخذنا مقسطين. سلامت باشن. خب سلامت باشن. نه که از جهت خواندن مثال خوب صوت خوب و خیلی در همه حرفا اگر ما مثال شما سوال کنیم از دیگه آیاتون هم خونین شاید که در همه حرفا بازم خیلی باشه. خب سوال نمیتونیم تونم خواهش میکنیم که یک نشیده میخوندیم. نبی رحمت است و نبی عزت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است، نبی هدیه از خدا بهر خلق، نبی عشقی به امتحان بهر خلق، نبی عشقی به امتحان بهر خلق، نبی غمگساری غمی امت است، نبی رحمت و مرحمی امت است، خدا انبیا را بشر خلق کرد، نبی را ولی تاج سر خلق کرد، نبی را ولی تاج سر خلق کرد. زینوری نبی شام ما روشن است، صفا از بهارش گل و گلشن است، زیبوی نبی دامنم بوی گل، گرفت از تو پیراهنم بوی گل، گرفت از تو پیراهنم بوی گل. جهان منور ز نوری نبی، چراغ سراسر ز نوری نبی، نبی جان سروری دلی غم زده، نبی مرحمی قلبی ماتم زده، نبی مرحمی قلبی ماتم زده. زی حبی نبی عالم راه یافت، زمین از وجودی نبی کام یافت، زی مهرش دلی ما فروزنده باد، زی عشقش دلی خلق خاتش نباد، زی عشقش دلی خلق خاتش نباد. نبی رحمت است و نبی عزت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است، نبی هدیه از خدا بهر خلق،
نبی عشق به انتها بهر خلق نبی عشق به انتها بهر خلق نبی عشق به انتها بهر خلق اللهم صل وسلم وبارك عليه. ماشاءالله قاری جان راحت کردیم گویا میشوه بهترین آواز. خب قاری جان یک میدیدیم دونی بهترین اما اجهت آوازش و جان همه آزمون اساسی ما را موجب آواز زیبا را انشالله وای کرده هستیم. اما مقصد وقتی آزمون البته چه وقتی آواز زیبا را انشالله جمع میکنیم. آواز برادر جان آواز خوبه که رسول غزلخوانی را قبول نکرده راستی گفته چی دروغ بود من شما را نمیدونم قاری جان حق شما شاید بعضی تا قبول که قبول نکردن قاری جان اما دوستون میدونیم ما نگه که مقصد انا ما انشالله میخواهیم که همه قاریای وطنی ما چی ای وطنی ما باشه چی ای بیرون وطنی ما باشه انشالله همه طرف یاد بگیرم. اینا قاریای عربی مرتب هستن قاریای مرتب هستن همه طرفه که با نشید قرائت میکنن میخونن برای که بعضی ها مقصد همین ذوق دارن. حتی به همین در سال 2019 محمد المقیت میدونیش محمد المقیت که بسیار شعرهای مقصد زیبا میخونه نشیدهای زیبا به زبان عربی انا همونجا زیاده قریب چند صد نفر به نشیدهای همون اسلام قبول کرده هستن سبحان الله. فقط نشیداش قطعی یک برنامه گم میزنن انشالله سبب میشه و البته این بعضی شعرها این حکمت آمیزه این به تربیه هست به یاد خدا و رسول باز زیاد میشه. بعد گیریم همین دنیا همش ما گفتم تمام دیگه البته و جاءت سکرات الموت بالحق. انا با قاری جان انشالله در دیم داو به خاطر آوازم و برای که نتونسته تمام خونده رو نتونسته دیگه که قاری جان خیلی شما چی خیل کرده شما قاری جان انشالله خیلی با اینو میدونه این برادرها نه کشیدناتون زیبا و همه شروع مونده فقط طرز همون کلمه ها رو نوجا اشتباه چی خیل میگه نه چی خیل یک جا داره یک تلفظ داره کو مقصد اونو میخونیم نبی رحمت است و نبی عزت است مقصد همین آواز سرد انشالله اهمیت قافیه مورده نبی ارمغانی نبی ارمغانی خوشی وحدت است البته یعنی انشالله در دویم اولین دوره لیکن ما نشیده فوای نستیم نشیده البته بعضی اودا هم میخوانن که انشالله یک بار نشید خونستیم انشالله. سلامت باشه قاری جان. خصوصا برای من آوازت خیلی دلنشین است. آواز فورم است همین میگویی که گوش کرده باش اینو سلامت باشه برای آواز زیباتون انشالله که ما شما رو در دیم رو انتظار هستیم. انشالله که ما فکر میکنم در دیم رو نشیده باب خوبتر تیاری میبیند. خب سلامت باشه قاری جان. خب انشالله انتظار در دیم رو. خب قاری مصطفی اگر در همین جا میشد میامد خوب میشه. لیکن قاری جان ما فکر میکنم که پیش گفتم در بخشش با از پیش چقدر است ذوقمند چقدر شیرینی است و خیال میکنی که همین نبرم اینجا میخوام که 10 ساعت مونم گوش کنم چه آوازای زیبایی دارن از اون که مثلا در تلفن است با از پیش بنهایت خوب است. قاریای ما خدا نگهبان شما همشون رو دوست می‌داریم. انا همشو ماه در پس ابر پنهان البته انشالله همین آزمونی ما سبب میشه که اوایخشون ابر یعنی میکنم میگه بروی نکن محتوای ما ببروین زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند حدیث را انا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی روایت میکنند انا میگه که روز قیامت وقتی که میشود با پدر و مادرای قاریا توج نهاده میشود که آفتاب روشنایی او را نداره جامعه ها هم از طلا و از بریلیانت در پدر و مادرش در همسرش و در نفرایی که هم نشینی ما یعنی که با همون قاری را میگه قاری به عمل شدن در قاری انشالله تعالی. خب سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با این برنامه ما یعنی که آزمون قاریا. خب یا خود رو معرفی میکردیم بسیار خوب میشه. استان آزاده مصطفی هستم از شهر وحدت. سلامت باشین. خب قاری جان چند پاره هستین؟ 10 پاره. 10 پاره ماشاءالله. خب قرائت میکردین از کدام سوره باشد؟ جزء 9 سوره انفال. خب سلامت باشین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظیم. سلامت باشین قوری جان، بهترین آواز دارین ماشاءالله. البته صوتتون هم بنیهایت صوت خوب است. قوری جان میدونین که یکم که قوری مصطفی جان بهترین قرائت، بهترین تجوید و در اعوذ بالله حرف زال را که حفظ خوندین، یعنی در همین آیت هایی که حرف زال آمده بود شما کمتر از جهت تجویدی حفظتر خوندین و بعدا حرف ر رو قلقله کردین و انشاءالله که موندگیش بهترین است. حرف زال و انا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله حفظتر خوندن. زالا کمتر. خب سلامت باشین، بهترین. این خیلی و فکر میکنم که کم است خطاگیشون. خب اگر اگم نشید میخوانی قاری جان بسیار خوب میشه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه. در خلوت شبگیر یکنم بحر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه. در خلوت شبگیر یکنم بحر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه. از فیض تو عالم شده پر نور و تجلی یثرب شده روشن ز شبی تار مدینه. یثرب شده روشن ز شبی تار مدینه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه
خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه. اللهم صل و سلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان، راستی من راحت کردم، قافیه‌هاش دارم راحت کردم. ماشاءالله بهترین. فقط که قاری جان آواز سوگیری کرد. کم کرد. صدا خسته. بعد امی انشالله با دیگه قاری دیگه به تماشاگران که بسیاری‌ها میخوام در کامنت‌ها که در همون دعا کنه یک چیزی گیریم قاری شویم مرا. انشالله محبت در قلب باشه، از الله بخواهیم هر چی که باشه. این دعا یک چیزی هست که باور کنید خاک زر میگردونه. انشالله از الله از صدق دل اگر طلب کنید خدا برای ما را میده. همین آواز قاری جان خدا نگهبان تو باشه. با آب گرم کتون آموخته نکنید، عادت نگیرونید با آب گرم. می آب گرم خودش آواز میزنونه. بعدی با آب گرم میگم بله کم ترک آواز داده لیکن قافیه بهترین. میجوز نگاه کردن بعد همی پیش هر کجایی که میروین مثلا این پیش همیشه اومدن انشالله تعالی یک لیمون چای کرده یک بخورین، نه شیرین نه تروش میونه مستقیما انشالله میونه که می راستکی باشه مثلا نه این طرف نه اون طرف همین یک گونه باشه که خوردنش انشالله خوب باشه. بعد آواز او روشن میکنن، بعد پیسته و بادام و چهارمغز پیش هر چیزی که میکنه همین چیزا انشالله پیش اول نخوره پیسته و بادام و یک وقت دیگه عینی همون مثلا زنگ گرفتیم هم میخورن. ماشاءالله قاری جان زنده باشی، بهترین آواز، بهترین قرائت. ماشاءالله دور دیمده شما رو ما انتظار هستیم. خدا نگهبان. قاری جمشید اگر انجام میشد میبر اومدن. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با این برنامه ما، یعنی که آزمون قاریا. سخن ما رو رد نکردیم، این ندار هستیم. یک خود رو معرفی میکردیم بهر برادرایی که ما رو الحال تماشا کرده استادن. علیکم السلام و رحمت الله. سلام دوری خود را بر اینجای این شنوندگان و صدای امید و قاری میرزا محمد جان میرسونم. من قاری جمشید از ناحیه فیض‌آباد. سلامت باشین قاری جان. میگفتن چند پاره هستین؟ هر جا یکنین دو پاره است. سلامت باشه. خیلی جمع تجوید میبینه، خیلی باید پرسیدن خوب است. سلامت باشه. خوب یک قرائت میکنین بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. آواز با قوت. بله آواز با قوت نکی جهتی انا تجوید خیلی خطایی. به حد بسیار که خطابی‌ها رو گفتندم انا که قاری جان خدا نگهبان تو باشه به حد بسیار روشتی. خب قاری جان یک میگفتین کدام حرفا را؟ انشالله بهترین آواز، بهترین قرائت. قوت آواز با قوت انشالله شدنش ممکنه. حرف‌های عین تلفظ خوب ندارد و بعداً یعنی علیکل گفتین الا تذکرات تنزیلا همینجوری کمتر تشدید کرده تنزیلا. انا بعداً له ما فی السماوات گفتین له ما فی السماوات جدا هستن و بعداً فانه یعلم السر تشدید سه بونون زیر سر. انشالله که الله لا اله الا هو کشیدین
و ولهو گفتین. در اینجا صادلام اومده است، یعنی جای ایستادن باید که می ایستادین بعد که شما گذاشتین و بعدا حرف واو رو خوندین ان شاء الله که بهترین میشه. خب سلامت باشین قاری جون، سلامت باشین. خب یک نشید میخونده ان شاء الله. نشید رو میدیدیم که آواز چگونه است. چهره زیبای تو اشکی بطان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. آفاق را گردیدم مهری بطان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری. صورتگری زیبای چین آران صورتی یاران ببین، یا صورت کش تا این چونین یا ترک کن صورتگری. خسرو غنیمت دان گدا افتاده در پیش شما، شاید که از بحر خدا سوی غریبان بینگری. مرحبا سیدی مکگی مدنی عربی، جان و دل باد فدایت آه چی عجب خوش لقبی. منی به دل به جمال تو عجب حیرانم، الله الله چه جمال است به این بلعجبی. ما همه تشنه لبانیم توی آبی حیات، رحم بفرما که زهد میگذرد تشنه لبی. اللهم صل وسلم وبارك علیه. ماشاءالله قاری جون، گفتی قاری جون که آواز خیلی با قوت است، آواز خوبه. جمشیده؟ بله خوب. جمشید جون شو نام شما علیش بکنیم ایسیبا. جمشید نام خوب است. بعد کار کردن تو بسیار در کورای انا مو تلفظ حرفا، حتی ما بعضی کلمه ها رو نفهمیدم. جمشید جون شاید بسیار شاید شما نفهمیده باشید، اکی به سبب اون ایام پرسم که بعد همون تماشاگرها به حد بعضیش همون سخنای قبیح میگن. نه میجون خطا خیلی میدونم. بله میدونم. حالا بعد که قاری جون که مثلا برادرم بسیار از کلمه ها رو روسی نفهمیدم چی مضمون داشت، معنیش نفهمیدیم. یعنی که تلفظ بزنیم، تلفظ حرفا ما را ایشالا قبول میکنیم از سبب که آواز هست، ایشالا آهنگو هست. انا جهتی همو تا دیم دور میبینه که اگر دیم دور اگر همین خیر باشه البته که میغلطین، هم از تجوید نگاه میکنین در دیم دور بسیار و قافیه ها را خوب کردن در کار. نکنم برای آواز تو میگم گپ ندارم، بنهایت آواز با قوت. سببی که نو اشتراک کردم. بله سلامت باشین. انا ممکن حیبت این باشه. حرفای دهنا وسط کشوده ولی شغل بسم الله الرحمن. نه نه منی بدلم منی بدل با جمالی، خیلی با جمالی خوشه. منی بدل با جمالی تو عجب حیرانم. آهنگش ما دیگه آهنگی ما دیگه با اون خاطری که همون حرفا را برو وارسته برو که شما آوازی زیبا تو نمایان میشه. شما آواز زیبا داری هم آواز پنهان کردگی. اگه گفتم که مقصد ما در تای ابرو مونده که برو آواز دیگه ان برو واردن در کاری آواز نه که شما دیگه برادرها هم ان یگان که نه جای ترس نه وهم نه دیگه چه شما برادری ما خیلی بشینید بخونید گویا کیش کنه زپیش. بله اگر باشنم یک مقصد آدمی خاکی به کفی خواب و این هستی تمام ما ایشو یگان چما ما خاکی برادر خود میگم اوز هست ایشالله در دیم انا دوره طرز تلفظ و یک سوره از یاد کنیم که در او شهر زوره سوم برسد در اونجا سوره های پایین از یاد کنیم. مقصد این انزالله سوره قدر یا که تبت یا اینکه سوره قریش و العصر اینا ان شاء الله داره که زیبا خونده شود. نه که قاری جان سوره انفال خونده رو ان شاء الله دیگه قاری جان بهترین ان شاء الله خمون تاجیکا خدا داده گه خیلی باشه نباشه ان شاء الله
همه طرفای جودگر الحمدلله. سلامت باشین. شکر نعمتوی پروردگار. سلامت باشین قاری جان، خوش آمدین. باور کنید من حلاوت میبرم. من اساسا برای همین کردم که شما هم یک کم باشد، ذوق زیاد شود و حرکت زیاد شود. لیکن آوازتون باور کنین وقتی من میرم در خونه میرم گوش میکنم راحت شب میفهمم. میندار هستیم شما رو در دور دوم انتظار هستیم. خب سلامت باشه برادرای عزیز. این هم بود آزمونی امروزه ما. گفته قاری جان که بلبلای زیاده داریم، به نهایت زیاد هستند. فکر میکنم گفته قاری جان که تای ابر ده پنهان هستند. اکنون برای با همین آزمون برای شما کردیم که شما برای آوازهای خودتون مهارت خودتون نشان بدین و بدونن که ما هم الحمدلله مسلمان هستیم. برای اسلام خودمون ان شاء الله خدمت میکنیم. برای دین خودمون شما یک بلبلان همین اسلام و بلبلای وطن خودمون هستین. فرق ندارد از ازبکستان هستین، از قزاقستان هستین، از افغانستان هستین، از کجایی که نباشین برای ما برادر هستین. خب اگر که از خواهش میکنم یگام برادری که اومدگی باشد با شما اشتراک کردن خواه مرحمت میتونه بیا اشتراک کنن. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما. شما را که خیلی دیگه با قید نگرفته بودیم الحال با قید گرفتیم، میندار هستیم. خب میگفتین نام و فامیلا و انشاءالله که از کجا بودنتون را؟ نام من جمعبک از ناحیه رودکی. ماشاءالله. قاری جان چند پاره هستین؟ ما قریب یک پاره نو سر کردیم. ماشاءالله بهتری خیلی ترجیح نبینیم انشاءالله. خب اگر میخوندین یکم سوره انشاءالله نه یک سوره قرائت میکنم. البته اینجا قرائت که نکردم اونا میگذارونیم. خب بیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ما شاء الله قاری جان به نهایت آواز فورا ملایمی کمی میگی نخیزم ای پیشون. سلامت باشین قاری جان. خوب یک میدیدید انشاءالله بهترین آواز. یک چند خطاگی دارد که و جعلنا من بین ایدیم سدا و شما کمتر در بین تشدید شما باز قلقله دارید سدا انشاءالله که اصلاح می شود و بعدا در حرف ز دال
قاف ر غین ح که حرفای تجویدی تلفظ خوب نکرده ان شاء الله. هذا انا برادر جون خواهش والله خیلی که معلوم بود در اینجا شدن یعنی در اوج اومده خواهشاتی خیلی چون اومده در اینجا اگر چنده که مقصد ما بگیم که بهترین ان شاء الله خیلی بعضی انسان‌ها خواهش دارن بهترین ان شاء الله برادر جون که خطاگیای خیلی که نوای بود خطاگیای بین‌الملل بسیار بود هم از جهت تغییر کلمه خدا نگهبان تو موشه شغل امیدوار هستیم که با آزمون‌های نوعی پیش البته شوش خیلی که بود یک تا خونده ان شاء الله خیر و می‌بینیم مثلا روزی هر جای اگرگان تا غزل بخونه نگون میسره میخونید خب غزل نمیخونه نه و ان شاء الله خیر در آزمون‌هایی که بعد میشه باش ان شاء باید که بخونه باید که خونه اگر غزل میخونه بسیار خوب میشه خونون آزمون ما همی است یک صلوات میدونم اگر میشود خونید میخونم غزل ولی از زیاد نمیدونم مشق صلوات هم بخونید بهترین است. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلامت باشین. خب چیزی که گفتیم در آزمون‌های بعدی شما تیاری بینیم میشود هر یک شخص مثلا آوازش هست این امو غیرت کرده کوشش کنه که بعد امو آواز برورا شروع تمام خیلی که بود یکشون از سنجیدن تو از سنجیدن ماشاءالله چه گفتن استقاری جان؟ نه مقصد همین گفتیم که ان شاء الله خیلی که رفیق و برادرم کتیبا در ماه بعدی ان شاء الله با کتیب برادرم میبیو اما ان شاء الله با میبینیم ده میگذارند گذاشتنشون مقصد همه حسابی برادرایی که شغل مخلص هم میشه حسابی که اومد جان بهتری خوردن یکی شغل غیرت من روزی قلب اون نمیشه که سبب اون نیت نگذاشتی. خب سلامت باشین در دور دیگه شما رو انتظار هستیم ماشاءالله هست. حالا من فکر میکنم کارجون که همین آدمایی که تماشا کردن دعواز خیلی دمی بسیار باوری دارم که همش همین طلب خط دارن که همین خشه بگو بخونه. من خواهش میکنم فقط غزل خونین. رفته در اونجا نشسته خونین با بهتر خوبتر است. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خودمون رو به تمامی برادرایی که ما رو امروز ان شاء الله تماشا میکنن و هم برادرای جونی که در حق ما دعای خیر میکنن از برای الله و همه وقت ان شاء الله در طلب همه هستن که کی و چی وقت یک ویدیوی نو میشه یک مقصد چی آیه های قرآن باشه چی قصه های اسلامی باشه. خدا نگهبان تو باشه برادرای عزیز. از شما خدمت شما برای ما همه که فقط دعای خیر کنه در حق ما. بهتر از دعا دیگه ما از شما یگان چیز ان شاء الله انا طلب نداریم و البته بهتر از دعا یگان چیز هم نیست برادرای جان. فقط همه را خواهش میکنیم که در حق ما دعا کنه و ما را نیز ان شاء الله بهترین ثبت را پیشکش شما کنه. خداوند همتون نگهبان باشه برادرای مهاجر. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بهر حق نور الیقین است. محمد سب در عرشی برین است. چگویی مدعی از شاه لولاک. محمد با خداوند بس قرین است. محمد با خداوند بس قرین است.
ای خالقی هر دو جهان مولای من مولای من مولای من مولای من دانای اسرار نیهان مولای من مولای من مولای من مولای من کجا اسفی تو میارم بجاما یا رسول الله بجاما یا رسول الله قلم عاجز میماند با وصفن یا رسول الله با وصفن یا رسول الله درونی کل به احزان به یادی تو می نالیم درونی کل به احزان به یادی تو می نالیم که شاید یک نظر سازی بس ایمان یا رسول الله بس ایمان یا رسول الله که شاید یک نظر سازی بس ایمان یا رسول الله بس ایمان یا رسول الله ما پیروانی امام اعظم ما پیروانی امام اعظم مهرش نگردد از قلب ما کم امام اعظم امام اعظم امام اعظم امام اعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه ماشاءالله قاری جان مبارک خیلی بخشی زیاد کم تراستی خیلی گفتیم که انشالله نه از شهر خوجان اومدیم اسی کم تر گریپ هم شدگیم خدا نگهبان تو باشه قاری جان بسیاری هم میپرسن که قاری میرزا محمود جان از کجا باشد و خودت به دهن خودت میگفتی با بسیار خوب برادرای عزیز و گرامی قدر خدا نگهبان تو باشه انا ما از شهر راحتی کلام شاید بسیاریان ندونن انا نزدیکی طرفی 9 کیلومتر برادرای عزیز خداوند نگهبانتون باشه پسر قاری زبیدالله خشیت مخلصای پدرمی مثلا سلام علیک نمیشناسن اگر کسی که مثلا پدر گوش کرده باشن انا الحمدلله رب العالمین ما 3 کس اکاودو داره بله همه ما خدا رو شکر چی برادرایی که ما رو تماشا میکنن همون اکاودو دار هستیم بعد هر چیزی گفت انا مثلا برسونیم به تمام برادرها که کسی که انشالله خواهش داره در جهت مقصد همین صدا و در جهت آواز یعنی قافیه بندی ها و صدا برداری ها یعنی متیف میگیم انشالله ما دستگیریش میکنیم انشالله اول آخر خدای مهربان
مثلا چگونه انسان میتونه که در یک شعر آهنگ بمونه و آواز نمیتونه چخه روشن کنه ان شاء الله تعالی ما دستگیری میکنیم که سبب که اوزی نودکی در جا گفتیم و رس کردیم کم ترک همین گریپ ان شاء الله میدونه که ما به همون خاطر تست گریپ میشیم که انا آدمی کم خیره روسیوم جان میدونم فهم خارج کم میخریم همین سبب بعد تیز همون گریپ میقپمونه خدا نگهبانتون که من میدونم برادرها خیلی میدونستن نفهمیدین ان شاء الله. خوب برادرای عزیز این بود برنامه امروزه ما. تا برنامه‌های آینده خداوند یار و مددگارتون باشد. در حق ما دعاگو باشین و ان شاء الله فراموش نکنید که از همه قاریا ما در حق مهاجرای دور وطن دعاگو هستیم، همیشه دعاگو هستیم و ان شاء الله طاقت کنیم باز آخر ده همش جمع کنیم در حق همتون دعا میکنیم. خدا یار و مددگارتون باشد.